تا حالا فکر کردید چرا بعضیا ترجیح میدن بیشتر تو خونه بمونن؟ آیا این فقط یه انتخابه یا ریشه در شخصیتشون داره؟ اولین و شاید رایج ترین ویژگی درونگراییه. این افراد انرژیشون رو از تنهایی و محیطهای آروم به دست میارن. شلوغی و تعاملات زیاد خسته‌شون میکنه و ترجیح میدن تو فضای امن خودشون شارژ بشن. این افراد اغلب مستقل و خودکفا هستند. برای انجام کارهاشون یا لذت بردن از سرگرمیهاشون نیازی به حضور دیگران ندارند. تمرکز بالایی دارن و میتونن ساعتها روی یک موضوع کار کنن. ممکنه خلاق و متفکر باشند. محیط خونه بهشون اجازه میده عمیق‌تر فکر کنن، ایده‌های جدید پرورش بدن و روی پروژه‌های خلاقانه کار کنن. گاهی هم حساسیت بالایی دارند. پس خانه‌نشینی همیشه به معنای انزوا نیست، بلکه میتونه نشونه‌ای از یک شخصیت خاص و یک سبک زندگی آگاهانه باشه. شما چطور؟ آیا خودتون رو تو این ویژگی‌ها پیدا می‌کنید؟ تو کامنت‌ها بهمون بگید.